تا میتونی مویز بخور تا از شر دوا دکتر راحت بشی. سلطان تمام داروهای گیاهی چیزی نیست جز مویز. کمخونی مویز بخور، کبد چرب داری مویز بخور، غلظت خون داری مویز بخور، ریزش مو داری مویز بخور، همیشه خسته و کسلی مویز بخور، دردهای شدید مفصلی داری مویز بخور، اما هیچ وقت مویز رو خالی نخور. اینطوری که من بهت میگم بخور. تا آخر ویدیو همراه من باش. مثل همیشه لایک یادت نره. یک مش مویز رو بردار بریز داخل یک کاسه، یه استکان عرق بیدمشک بهش اضافه کن. شب تا صبح بمونه. صبحش که از خواب بیدار شدی هم میتونی مویز رو استفاده کنی هم آبش رو. به مدت 21 روز. یک ضد بلغم حرفه‌ایه. خستگی و کسلی بدون دلیل تو از بین میبره. خلط پشت حلق رو درمان میکنه. چاقی شکمی و پهلوتو آب میکنه. برای افرادی که درگیر کمخونی شدید هستن فوق‌العاده است. یه آرامش بخش طبیعیه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این ترکیب فوق‌العاده رو استفاده کنید. هر کی پیجمو فالو کرده دیگه مریضی سراغش نیومده. کلی اطلاعات رایگان براتون قرار دادم. این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید تا اونام استفاده کنن.